مطمئنم خیلی از شماها مثل من عاشق ماهسون کرمزگül هستین. حالا بریم خبر عجیب و جالبی بشنویم که بین ماهسون کرمزگül و پسرش افتاده. با سلبی سودا مثل همیشه همراه باشید. ماهسون کرمزگül خواننده فوق محبوب ترکیه که اخیرا مادرش را از دست داده و عزاداره داره روزه خیلی سختی رو میگذرونه. پسری داره به اسم محمود که این روزا حسابی سر زبون هاست. حالا دلیلش چیه؟ محمود کرمزگül تو فیلمی به اسم پرستیژ مثلسی که به کارگردانی پدرش ساخته شده بود نقش پدرش رو بازی کرد. جالبه نه؟ ولی جالبتر برخوردیه که مردم با این مسئله داشتن. شباهت فوق‌العاده محمود به جوونی پدرش باعث شده این فیلم که بیشتر از 1 سال از ساختش میگذره همچنان موضوع بحث همه باشه. به گفته یکی از خبرگزاری‌های ترکیه، مردمی که ماهسون رو از جوونیش میشناختن و دوست نداشتن اون هیچ وقت پیر بشه، الان یه جورایی به آرزوشون رسیدن و دارن دوباره ماهسون جوون رو میبینن. در ارتباط با همین فیلم توی برنامه مجری از پسر ماهسون سوالی میپرسه که خیلی جالبه. میگه وقتی که تو در نقش پدرت بودی و میخواستی بچه‌تو بغل بکنی، در واقع خودت رو داشتی بغل میکردی نه؟ همچنین پسر ماهسون یه بار روی صحنه یکی از آهنگای پدرش رو خوند و البته وقتی پدرش پا به صحنه گذاشت، اون از سر متانت و ادب و احترام به پدرش به خوندنش ادامه نداد. حالا این موضوعات که به دلایل نامعلومی دوباره وایرال شده، مردم رو دوباره متوجه امراه و رفتار نادرستی که با پسر بزرگترش داشته کرده. اونا رفتار ماهسون رو با رفتار امراه مقایسه میکنن و معتقدن هیچ پدری حق نداره فرزندش رو از محبت و حمایت خودش محروم بکنه. اما امراه این کارو کرده و بهتره که یکم از ماهسون آداب پدر و فرزندی رو yad بگیره. شما کدوم یکی از این دو تا خواننده رو بیشتر دوست داریم؟ ماهسون کرمزگül یا امrah؟ Babana çok benziyorsun. Filmde de gençliğini oynuyorsun. Filmde bir yerde baban çocuğunu kucağına alıyor. Yani sen kendini kucağına... Vatan